اگه هنوز این سکانس رو ندیدی بدون نصف جنجال عشق ابدی رو از دست دادی. توی یکی از قسمت‌های جدید برنامه عشق ابدی صحنه کاملا معمولی بین دو شرکت کننده پخش شد. ترانه و مهبد دوتایی با هم شوخی می‌کردن، می‌خندیدن و لحظه‌ای که ترانه از شدت خنده مهبد رو بغل می‌کنه دامنش یکم بالا میره و برای چند ثانیه خیلی کوتاه و خیلی گذرا شورت ترانه جلوی دوربین مشخص میشه. نه کسی چیزی گفت، نه کسی متوجه شد. انگار نه انگار، تا اینکه دکتر پژمان وارد میشه، نه به عنوان مجری، نه داور، بلکه به عنوان کسی که با یه استوری اینستاگرامی قضیه رو از 0 تا 100 بولد میکنه. دکتر میاد دقیقاً همون لحظه دیده شدن لباس زیر ترانه رو از قسمت رسمی برنامه برش میزنه و میذاره تو استوریش و بعد یه ویدیو از خودش میذاره و میگه من کی باشم مثلا دربارش حرف بزنم. هر کی باید بلد باشه کجا چی بپوشه و برای چه اتفاقی، و اگر که داری میپوشی بلد باشی، اگر دامن کوتاه میپوشی بلد باشی که چجوری میشینی پا میشی. ایناست مد نظر ماها. همین یه استوری، همین یه جمله کافی بود تا کل فضای مجازی منفجر بشه. حالا همه دارن درباره یه چیز حرف میزنن. آیا دکتر فقط نظر داد یا میخواست ترانه رو خراب کنه؟ یا دنبال دیده شدن بود؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید.